فصل چهارم به تشویقات و تسهیلات قانون پایان‌های فروشگاه اختصاص پیدا کرده. با هم ماده 17 تا 21 را مرور می‌کنیم. سازمان موظف است در 5 سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات مستقیم که فروشگاه خود را با استفاده از پایانه فروشگاه انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامان مؤدیان خریداری کنند، معادل 20% مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند به 1% از فروش وی هر کدام کمتر باشد حد اکثر تا 60 میلیون ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد دوره‌های بعد از آن کسب کند. پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند از مالیات عملکرد آنها در همان سال مالی کسر میشه. پاداشی که به این مؤدیان تعلق میگیره از 50% مالیات عملکرد ابراز بیشتر نخواهد بود. توجه کنید که در ابتدای ماده 17 از اشخاص حقوقی نام نبرده. همچنین برای مالیات بر ارزش افزوده مبنا مبلغ نهایی پرداخت در هر دوره است. بعد اکثر 4 دوره هم 240 میلیون ریال. ذکر یک مطلب اینجا ضروری به نظر میاد. کسب و کارها به محض مشمول شدن در فراخوان‌های این قانون به صورت خودکار مشمول اخذ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد مگر موارد زیر. هیئت وزیران طی نامه شماره 6315 مورخ 24/1400 فهرست مؤدیانی که ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی نیستند به شرح زیر اعلام کرد. اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون مالیات مستقیم. اشخاص حقیقی موضوع ماده 142 قانون مالیات مستقیم. صاحبان مشاغل. گروه سوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات مستقیم. مشروط بر آنکه صرفاً فروشنده و ارائه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهایی که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر 10 صورت حساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه‌های فروشگاهی یک صورت حساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده و 2 برابر مبلغی را که خریدار بر اساس آن صورت حساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است به حساب بانکی وی مسترد نماید. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان پرداخت میشه. سازمان مکلف است تدبیر اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می‌کنند در صورت تمایل بتوانند صورت حساب‌های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند. جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه معاف میباشد. سازمان موظف است ترتیب اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورت حساب‌های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند. سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کنند. این ماده 2 تبصره داره که با هم مطالعه می‌کنیم. تبصره 1 به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5% مؤدیان مشمول قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند به صورت تصادفی انتخاب کرده
و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر اسناد به محل کار آنان مراجعه کند. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند وجود ندارد. تبصره 2. مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل بشه و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات بر عملکرد نظیر حقوق و دستمزد اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می‌کند میباشد. ماده 20. این ماده کار خیلی راحت میکنه. با اجرایی شدن این قانون قضیه پلمپ دفاتر و تحریر دفاتر منتفی میشه. سازمان مکلف است آن دست از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنا کنند. ماده 21. در واقع این ماده هم تشویق و هم به نوعی تنبیه محسوب میشه در رابطه با بدهی مالیات بر ارزش افزوده تا سال 96. میگه اصل مالیات بر ارزش افزوده سال 96 و قبل تو رو قطعی میکنم، تو هم در سامانه ثبت نام کن، تخلف ماده 9 را نداشته باش، بعد از 3 سال که این حالت رو نگه داشتی خودم جرایمتو میبخشم. به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت 3 سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده 9 توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیئت ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق ذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده 9 این قانون جریمه‌های تعلیق شده بخشوده می‌شود.